بحثی رو که خدمت شما در این جلسات خواهیم داشت و از نظرات شما بهره خواهیم برد. همونطور که طبق پیشنهادی که دوستان داشتن چند موضوع بود. این موضوع به نظر مناسب رسید که داشته باشیم. بحث تعدد زوجات. تعدد زوجات از اون مواردیه که خب هم خودش بالاخره یه مسئله فقهیه که میشه درش بحث کرد. معمولا توی بحث کتاب نکاح روش بیشتر صحبت میشه، اما مهمتر از اون یک نمونه از مواردی است که فقه ما با قوانین اروپا با هم سازگاری نداره و میدونید که لابد تو همه تو آلمان که اینطوریه، شاید تو همه کشور اروپا اینطوری باشه که یک همسر بیشتر قانونا نمیتونه شخص داشته باشه. یعنی قانون اینجا اجازه تعدد زوجات رو نمیده و خب از طرفی هم مشهور در فقه ما اینه که تعدد زوجات مجاز هست. خب این یک نمونه از مواردیه که احکام فقهی با قوانین اجتماعی اروپا سازگار نیست و خب حالا ما همینجا یکی از مواردی که من نوشتم در ذیل همین بحث بهش وارد بشیم، این که به هر حال راجع به این ما یه مباحثه‌ای بکنیم و یه جنبندی بکنیم که چجور فقه رو و احکام فقهی رو با قوانین اجتماعی بتونیم بالاخره بینش سازشی برقرار کنیم، چاره مشخص کنیم. به هر حال مسلمانانی که اینجا هستند، شیعیانی که اینجا هستند، فتاوای مراجع رو چطور با قوانین جامعه بتونن خلاصه همراه بکنند که هم به وظیفه دینیشون عمل کرده باشند، هم قوانین رو مخالفت نکرده باشند. این از بحث‌های خیلی مهمه که انشالله از نظرات دوستان هم باید استفاده کنیم و یک مبنایی رو اینجا ما بهش برسیم که به هر حال طبیعتا نظر مراجع تقلید انشالله بایستی اخذ بشه اگر موارد خاصی باشه که نیاز به نظر مراجع بزرگوار داره و به هر حال این مسئله رو برای همیشه حل کرده باشیم که اگر جایی فتوا با قانون ناسازگار بود چه باید کرد. اینو انشالله ذیل همین بحث بهش خواهیم پرداخت. در حال ابتدا ما با مقدمه بحث تعدد زوجات رو آغاز میکنیم که به هر حال سابقه این رو ما ببینیم چه هست. یعنی در سایر ادیان قبل از اسلام، در یهود، در نصارا، بحث تعدد زوجات آیا قابل قبول بوده یا تک همسری در اون ادیان هست. این هم به عنوان اینکه سابقه امر رو ما بدانیم بهش مختصر پرداختیم. البته خب اگر لازم باشه این ارجاعاتی که اینجا داده شده به خود کتاب مقدس مثلا مراجعه بشه و از اونجا ارائه بشه، خب تکمیل بشه این بخش. خب این رو دیگه بایستی انشالله عزیزان همراهی بکنن. امثال دکتر بیدقی که تو این زمینه به هر حال تحصیلات دانشگاهی هم دارن، اینجا اگه لازم باشه که این بخش از این جزوه تکمیل بشه انشالله همراهی داشته باشند که کامل تر بشه. به هر حال ما به این صورت بحث رو آغاز کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام فی تعدد الزوجات. مقدمه: العلاقه بین الرجال و النساء کانت من الامور ذات المشاکل. حالا ذات مشاکل شاید الف لام نخواد، ذات مشاکل فی المجتمعات الانسانی طوال التاریخ. این ارتباط بین زن و مرد همواره از مشکلات در جوامع انسانی در طول تاریخ بوده. همیشه این رو ما در وقتی مراجعه میکنیم به حالا تاریخ ویل دورانت یا سایر کتب تاریخی میبینیم همیشه اینا مواردی بوده، مسائلی بوده که بین زن و مرد همیشه مطرح بوده. یکی از چیزام همین بحث چند همسری، این هم همیشه در طول تاریخ بالاخره بوده و من جمله تا مشکلات تعدد زوجات. از جمله موارد و مشکلاتی که در طول تاریخ بین زن و مرد بوده این بحث چند همسریه
و انه هل یجوز شرعا للرجل ان یختار زوجات متعدده او لا بل یجب علیه ان یکتفی بزوجة واحده. آیا شرعا قانونا مجاز هست که مرد بیش از یک زوجه داشته باشه، زوجات متعدده داشته باشه، یا نه بلکه بر او واجب هست که یک همسر فقط اختیار بکنه؟ اون چیزی که به هر حال الان در کشور اروپایی هست که تک همسری اجازه نداره بیش از یک همسر داشته باشه، که البته خب میدونید چون اینا طلاق هم در مسیحیت ندارند، از اون ور تک همسری هم هست، خب یا مجبور میشن ازدواج رسمی اصلا بذارن. به قول دکتر شریعتی میگه توی اون موقعی که ایشون فرانسه درس میخونده، الان نمیدونم وضعیت چجوری هست، ولی دکتر میگه، دکتر شریعتی میگه معمولا کسایی که میرن ازدواج میکنن پیرمرد پیرزن آخر عمر، و میگه صحنه خیلی خنده‌داری هم هست که با اون لباس عروس، مثلا یه پیرزنی با اون لباس عروس میره توی کلیسا و مثلا دیگه میذارن برای آخر عمرشون، دیگه برای اینکه اگه زودتر ازدواج کنن ممکنه با هم نتونن زندگی بکنن، دو همسر هم که نمیتونه داشته باشه مرد، طلاقی هم که در کار نیست، یا مجبورن جدای از هم زندگی بکنن، هر کدوم زندگی خودشون داشته باشن. قانونا اینا زن و شوهرن، ولی نه این از اون خبر داره نه اون از این خبر داره، رفتن دارن جدا هر کدوم زندگی خودشون رو با کسان دیگری میکنن. یا بعضا میذارن که شریعتی میگه میذارن آخر عمر میرن ازدواج رسمی میکنن که دیگه یه چند سالی با هم زندگی کنند و بعدم بمیرند لابد. علی حال این از مشکلاتیه که وجود داره. حالا اما فی الیهود و المسیحیه، در دین یهود و دین مسیحیت، فالمصادر العالمیه الدولیه، این منابعی که بین المللیه، ذهبوا الی انه، این از منابع بین المللی، حالا ما از چیز ویکی‌پدیا اینو مطرح کردیم دیگه، که میدونیم ویکی‌پدیا الان یه خودش دایره المعارف معتبری شده، چون خیلی به سختی چیز رو هم قبول میکنن و هر چیزی کسی بذاره رو ویکی‌پدیا اون مسئولینش منبع و مصدر میخوان ازش، وگرنه حذفش میکنن، پس میشه تا حدی اعتماد کرد. ویکی‌پدیا اینطور میگه: لم یحرم العهد القدیم تعدد الزوجات. عهد قدیم یعنی اون بخشی از کتاب مقدس که برای یهودیان و مسیحیان هر دو معتبر هست. عهد جدید فقط برای مسیحیان اعتبار داره، ولی عهد قدیم یا عهد عتیق هم برای یهودیان هم برای مسیحیان معتبره. میگه عهد قدیم تعدد زوجات رو تحریم نکرده، بل ان هنالک اکثر من 40 شخصیه مهمه تم ذکرها فی العهد القدیم متزوجه من اکثر من زوجتین. میشه این که بیش از 40 شخصیت در عهد قدیم ذکر شده، مطالبش اومده بیان شده، افرادی شخصیت مهمی که در واقع در عهد قدیم راجع به او صحبت شده، اینا بیش از یک همسر داشتن. مثل سلیمان، خود سلیمان پیامبر بیش از یک همسر داشته. والذی کان لدیه 700 زوجه. حالا اینو نمیدونم اینجا میخواد بگه سلیمان 700 تا زوجه داشته، یا این واو عطفه، واو شرح سلیمانه، یا واو عطف بر سلیمانه، یعنی سلیمان و کسی که 700 تا زن داشته، یا سلیمان کسی است که 700 تا زن داشته. بالاخره بالاضافه موسی، داوود الاخر. بنابراین در عهد قدیم ویکی‌پدیا میگه که متعدد هست. من البته مراجعه کردم راجع به سلیمان، من مراجعه کردم ببینم این 700 تا مال خود سلیمانه یا در کتاب مقدس اون چه که راجع به سلیمان من پیدا کردم بحث از همسران سلیمان میکنه، ولی اینکه حالا همسران سلیمان آیا تعداد و اینا من جایی حالا تو مدتی که فرصت داشتم و سرچی که کردم تو کتاب مقدس، جستجویی که کردم، جایی ندیدم تعداد همسران سلیمان گفته شده باشه، فقط ولی به عنوان همسران نام برده شده. ولی حالا باز شاید جای دیگری از کتاب مقدس بوده که من ندیدم. علی حال پس در عهد قدیم تک همسری نبوده، شخصیت‌های مهمی، حداقل 40 شخصیت مهم در عهد قدیم ذکر شده که اینا بیش از یک همسر داشتن، مثل سلیمان، موسی، داوود، این پیامبران الهی. اما فی العهد الجدید،
در این عهد جدید که در واقع اناجیل اربعه هست و نامه ها و مکاتیب رسولان و اینها که همش راجع به مسیحیان هست، فلم یرد التحریم نصا، تحریم یعنی حرمت بیش از یک همسر، این به عنوان نص صریحاً چیزی وارد نشده، جایش گفته نشده که بیش از یک همسر ممنوع هست. ولکن تم فهمه من خلال الاشاره الى نصوص تتکلم عن وحدت الزوج و الزوجه. اینو میشه استفاده کرد. عهد جدید صریحاً چیزی در مورد تحریم تعدد زوجات نداره، ولی اینو میشه فهمید، این حرمت رو، این تحریم رو میشه فهمید از خلال اشاراتی که میشود در مورد اون نصوصی که درباره وحدت زوج و زوجه صحبت میکنه. میشه ازش فهمید که تعدد زوجات رو ممنوع کرده. فالرسالة الاولى الی تیموثائوس ثم تقیید و عدد زوجات قادة الکنیسه به زوجة واحده. این اشاراتی که بالاخره این نصوصی که میگه وجود داره که از این نصوص میشه آدم استنباط بکنه، در واقع بفهمه، درک بکنه، استنباط بکنه که منظور اینه که بیش از یک همسر نباید داشت مثلا. اینم. و فی عام 1524 شرح مارتین لوتر، بالاخره اون رهبر پروتستان ها، فی رسالته الی قنصل ساکسون جریجور بروک، حالا اسم شخصیه دیگه، به این شخص نامه‌ای که به این شخص داره، به انه لم یستطع منع ولی منطقه هیسون فیلیپ من الزواج من اکثر من زوجتین. مارتین لوتر به اون آقا نوشته که من نتونستم، اون صاحب منصب، اون مثلا رئیس اون منطقه، اون آقای فیلیپ که رئیس اون منطقه بوده است رو من نتونستم منعش بکنم که بیش از یک زوجه بخواد بگیره. لم یستطع منع اون آقا رو من الزواج من اکثر من زوجتین. میگه من نتونستم منعش بکنم از اینکه بیش از یک همسر بگیره. چرا؟ لانه لا یوجد تعارض مع الکتاب المقدس. بیش از یک همسر تعارضی با کتاب مقدس نداره. یعنی مارتین لوتر هم میگه من تو کتاب مقدس جایی نیافتم که بخواد بگه لازم تک همسری، بخواد بگه بیش از یک همسر داشتن ممنوع است. میگه مارتین لوتر میگه چون من اینو نتونستم پیدا بکنم، یه همچین چیزی تو کتاب مقدس نتونستم پیدا بکنم، نتونستم من بکنم اون آقای فیلیپ رو که بیش از یک همسر بگیره. این هم باز یه مؤیدی که خود مارتین لوتر هم که شخصیت معروف و در واقع رهبر مذهبی توی کلیسا هست، این هم داره تایید میکنه که تو کتاب مقدس هیچ تعارضی با تعدد زوجات پیدا نمیشه. این از جهت دینی که خب یهود و نصارا این چنینن. اما از جهت در واقع اجتماعی، جوامع مختلف چطور بوده، تاریخی که روی جوامع هست، اینا در واقع چی؟ آیا توی فرهنگ اجتماعی تک همسری بوده، توی سرزمین‌های مختلف چند همسری بوده؟ این هم باز نشون میده که تعدد زوجات یه چیز پذیرفته شده تو فرهنگ‌های مختلف هست. حالا دعوایی مختلفه. راجع به افریقا مثلا اینجا هم آوردیم، راجع به افریقا میگن چون بحث بردهداری بوده و مردا رو برای بردگی میبردن و تعداد زنا بیشتر از مردا بوده، این خب باعث شده به مشکل اجتماعی هم به وجود نیاد. تعدد زوجات خیلی رواج داشته تو اروپا، بیش از بقیه قاره ها. توی اروپا توی آفریقا بیش از بقیه قاره ها رواج داشته، به خاطر اینکه به واسطه برده بردن مردا کم می شدن، زنا بیشتر می شدن و خب هر مردی با چند زن ازدواج می کرده. این حالا یه انگیزه ای که توی قاره آفریقا میگه خیلی توی چین هم همینه، توی در واقع سرخپوستای امریکا هم همینه، توی افریقا همینه، تو هندوستان همینه، تو یونان همینه، تو همه اینا بالاخره این وجود داره دیگه. و اما الجوامع المختلفه
فقط کانت تعدد الزوجات فیها حقیقتا تاریخیه. این به عنوان یه واقعیت تاریخی در همه جوامع وجود داره. و ان ذکروا لها دواعی مختلفه، اگرچه بالاخره انگیزه های مختلفی برای این ذکر کردند که چرا چند همسری در این جوامع اینقدر رواج داره. اینطور میگن تعتبر القاره الافریقیه اليوم اکثر القارات التي تحدث فيها حالات تعدد الزوجات. قاره آفریقا امروز بیش از بقیه قاره های دیگه حالات تعدد زوجات درش تحقق داره. چرا؟ یرا بعض العلماء، بعض دانشمندان یه همچین رأیی دارند، یه همچین نظری دارند که ان تأثیر تجارت الرقیق على نسبت الرجال الى النساء في القاره السمراء هو عامل رئیسی فی ظهور تعدد زوجات و تحسینه فی المناطق الافریقیه. بعض دانشمندان ازشون اینه که تأثیر تجارت بردگان، رقیق بردگان، این تجارت بردگان و اینکه مردا کمتر می شدن تأثیر گذاشته بر نسبت مردا نسبت به زنا. مردا خب می بردن برای بردگی، زنا بیشتر می شدن. این عامل اصلیه در ظهور تعدد زوجات و اینکه در واقع پذیرفته شده و ریشه پیدا کرده در مناطق افریقایی. باز حالا توضیحاتی که ما حذف کردیم، کان تعدد الزوجات مقبولا به شکل جزئی فی المجتمع العبری القدیم. این خیلی رایج نبوده ولی مواردی در مجتمع عبری، در جامعه‌ای که خلاص عبری زبان بودن، یه بخشی از طبعا فلسطین و اینها میشه دیگه، اینا عبری زبان بودن، تعدد زوجات اونجا هم یه چیز پذیرفته شده ای بوده. و فی الصین القدیمه، در تمدن قدیم چین، و فی ثقافات متفرقه عند کل من الهنود الحمر. میدونید هنود حمر همین امریکایی‌ها رو میگن دیگه، چون اون زمانی که رفتن دنبال هندوستان میگشتن و اون زمان که حرکت کردن، حالا کریستوف کلمب بوده ظاهرا دیگه، وقتی میره به این سرزمین امریکا میرسه که سرخپوستان اونجا بودن، فهم کنه به هندوستان رسیده و میگه به هندوستان رسیدن، بعد اینجا میشن هندوهای، هندیهای خلاصه سرخپوست، هنود حمر بهشون گفته میشه، یعنی امریکا. در ثقافات متفرقه در نزد خلاصه سرخپوستان و ول افریقیین ول بولنیزیین، من نفهمیدم این بولنیزیین، رفتم تو چیزام گشتم ببینم کدوم منطقه از کره زمین این تعبیر هست، پیدا نکردم. یه جایی مثلا یه مجمع الجزایری رو مثلا گفته بودند و اینا، بالاخره یه بخشی که لابد تمدنی هم اونجا بوده. یعتبر تعدد الزوجات فی العصور القدیمه امرا معروفا فی شبه القاره الهندیه. تعدد زوجات در قرنهای قدیم یه امر خیلی معروفی در شبه قاره بوده، یعنی همین پاکستان و هندوستان و این کشورهای این بخش شبه قاره هندوستان. و کان امرا مقبولا ایضا فی الیونان القدیمه. در اروپا هم، در یونان که مظهر تمدن بالاخره یونان هست، یونان قدیم، لابد به بحث ارسطو و سقراط و افلاطون و به اونها میخواد بکشه، یه امر خیلی مقبولی بوده تعدد زوجات. حتی زمان الامپراتوریه الرومانیه و الکنیسه کاتولیکیه الرومانیه، تا زمان امپراتوری خلاصه رومانی و کلیسای کاتولیک رومانی. اگه رومیه بود یه مقدار روشن‌تر میشد ولی رومانیه گفتیم. علی حال تا زمان تمارس ثقافت تعدد زوجات فی آمریکا الشمالیه من قبل بعض المورمونین که کنیسه یسوع المسیح الاصولیه لقدیسی الیوم الحاضر. این فرهنگ تعدد زوجات در آمریکای شمالی در واقع خیلی پیگیری میشه و رواج داره، مثل حالا. خب پس این در واقع پس در بخش‌های مختلف از کره زمین در طول تاریخ هم می‌بینیم تعدد زوجات رایج بوده و یک فرهنگ پذیرفته شده‌ای بوده. این هم نسبت به بحث تاریخیش. پس بحث ادیانش رو دیدیم، بحث در واقع تاریخیش رو هم دیدیم. اما در مورد اسلام هم یه شهرت عظیمه‌ای داره تعدد زوجات که حتی
اگر هم بگیم اجماع هم نباشه که ما خیلی مخالفی هم البته نمیابیم. من حداقل سراغ ندارم، حالا باید بریم ببینیم آیا کسی هست که مخالفت با تعدد زوجات کرده باشه یا نه، ولی من الان به حالا جستجوی تحقیقی کرده باشم ولی تو ذهنم نیست، حتما شما عزیزان هم همینطور. و اما فی الثقافه الاسلامیه فالمشهور شهرة عظیمه ان لم یکن اجماعا علی جواز تعدد الزوجات. در فرهنگ اسلامی اون چه که اگرم بر فرض اجماعی نباشه حداقل شهرت عظیمی داره. بعید هم نیست که اجماع باشه، یعنی مخالفی اصلا وجود نداشته باشه، ولی بالاخره اگرم بر فرض اجماع نباشه ان لم یکن اجماعا فالمشهور شهرة عظیمه علی جواز تعدد زوجات و عدم وجوب اکتفاء الرجل بالزوجة الواحده. اینکه تعدد زوجات جایز است و واجب نیست که مرد به یک زوجه اکتفا بکند، بل یستطیع الرجل ان یختار زوجات متعدده اذا تمت شروطها التي ذکروها فی الفقه الاسلامی. بله، البته شروطی رو در فقه اسلامی گفتن، اگر اون شروط در واقع تأمین شده باشد مرد میتواند همسران متعددی رو اختیار بکنه. این هم مشهور در فرهنگ دینی اسلامیه. بنابراین ما اینجا الان 3 مسئله رو بایستی در ضمن 3 تا فصل راجبش صحبت بکنیم. فهناک امور متعدده يجب ان نلاحظها و نبحث فيها في 3 فصول. الاول ادله جواز تعدد زوجات في الفقه الاسلامی و شروطها. اینو بررسی بکنیم که ادله جواز تعدد زوجات در قرآن و من همون 4 دلیل این دیگه، قرآن و سنت و عقل و اجماع، بررسی بکنیم ادله جواز و شروط در واقع جوازش رو، اینها رو بررسی بکنیم. این یک بحث که بحث فقهی روشن. الثانی تلاؤم هذا الحكم بل جميع الاحکام الاسلامیه مع قوانین المجتمعات المختلفه. اینو باید بررسی بکنیم که در واقع این قانون بلکه همه احکام اسلامی چطور با قوانین مجتمعات قابل در واقع سازش هست. اصلا آیا این چه مجتمعات اسلامی، چون ما در واقع تو ذهن خودم این رو داشتم این بحث رو تنظیم می‌کردم، دیدم ما 3 نوع جامعه داریم. یه جامعه اسلامی که میخواد بنابر احکام اسلامی حکومت داری بکند، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل پاکستان، مثل افغانستان، مثل عربستان و حالا شاید کشور اسلامی دیگری هم باشه که میخواد بر اساس احکام اسلام حکومت داری بکند. این یه جامعه. یه جامعه باز اسلامی ولی حکومت خیلی ضرورت نمیبینه احکام اسلامی رو مبنای عملش قرار بده، مثل اکثر کشور اسلامی، مثل مصر، مثل ترکیه، مثل حتی سوریه، عراق. اینها خب کشور اسلامی هستن ولی حکومت اینطور نیست که بخواد بر مبنای احکام اسلام حکومت بکنه. اینم گروه دوم. گروه سوم جوامع غیر اسلامی، مثل همین جوامع اروپایی که ما توش زندگی میکنیم. خب اینا در واقع نه جامعه اسلامیه، نه حکومت میخواد بر اساس قوانین اسلامی حکومت بکنه. خب اینجا احکام اسلام با قوانین در این 3 دسته اجتماع چطور میتونه تناسب داشته باشه. و بحث سوم کیفیت عمل المسلمین الساکنین فی بلاد اروپا به نسبت لهذا الحکم المخالف فعلا مع القانون. مسلمانایی که ساکن در اروپا هستند نسبت به همین حکم تعدد زوجات که بالفعل با قانون مخالفه، یعنی قانون اجازه تعدد زوجات نمیده. خب الان مسلمانی که دینش بهش اجازه تعدد زوجات میده اما قانون بهش اجازه تعدد زوجات نمیده چیکار بکنه؟ خب این یه در واقع ما یه جوابی باید برای این داشته باشیم دیگه. حالا این 3 تا بحث به نظر من رسید. حالا این بحث رو نگه می‌داریم، نظر دوستانم بشنویم. باز هم اگر شما می‌بینید در واقع در ذیل این مبحث چه نکات دیگری به نظر شما مهمه که ما وارد بحث بشیم و الرابع و الخامس و اینها اگر هست تو این
فصل بندی و تو این تقسیم بندی ابتدای کار وارد بکنیم، بعد وارد هر یک از این فصول بشیم. اگر بحث خاصی به نظرتون میرسه یا نسبت به مطالبی که گفته شده یا نسبت به این مطالبی که باید بحث بکنیم نکاتی هست، بفرمایید که استفاده کنیم. جناب آقای صباح الدین خدمت شما هستم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. این موضوع خیلی موضوع مهمیه و مبتلا به هم است. انشالله به لطف خدا به آخر برسم. اگر بحث کنیم فکر میکنم مفیده. فلسفه تعدد الزوجات یعنی حکمتش چیه؟ حکمت تعدد زوجات شریعت اینا تأسیس کرده، تشریح کرده، حکمتش چیه؟ و بعد اسلام اجتماعی، روانشناسی، پسیکولوژیک، یعنی از نظر سوسیولوژی و پسیکولوژی هم اینا بررسی بشه که مثلا اسلام که اینو تأسیس کرده یا تشریح کرده چه چیزی در نظر گرفته. این نه فقط فقهی باشه که ما میگیم جایزه یا جایز نیست. این بس خب جای خودش وقتی ثابت شد جایزه، پس حکمتش چیه، فلسفهش چیه، این اگر بررسی کنیم فکر میکنم مفید باید باشه. بله، در واقع یه جور بحث کلامی، بحث خوبی هم هست. بله، اینم میشه واردش شد که حداقل ببینیم که در واقع چون میدونید کلام به معنای دفاع از احکام دین دیگه، که ما بتونیم دفاع عقلانی از این حکم دینی بکنیم، این رو هم بله به عنوان یه بحث میشه روش صحبت کرد. سایر عزیزان اگر نکاتی دارن استفاده بکنیم. خوب، اگر نکته ندارن وارد فصل اول به اسد سلیمان فرمایید. سلام علیکم. ببخشید نسبت به قوانین اروپا هم خوبه دوستان اگر کسی اطلاع کافی داره راجع به قوانین اروپا فعلی گزارشی ارائه بده که حکم تعدد زوجات به چه نحوی، یعنی فرض کنید کسی با 2 تا همسرش از کشورهای دیگه بیاد اینجا و مقیم بشه، 2 تا همسرم ثبت شده تو کشور خودش، قانون چجوری باش برخورد میکنه؟ این یه نکته. مثلا یا کسی که اینجا یک همسر داره، همسر دوم گرفتن جرم یا غیر قانونیه، یعنی به اصطلاح پیگرد قانونی داره، کسی دولت بفهمه که همسر دوم رفته ازدواج کرده شرعا مثلا. اینا هم یعنی بعضی مسائل از جهت اروپایی ما هنوز خیلی در جریان نیستیم. اگر دوستان کسی اطلاع داره بازم شاید مناسب باشه سر موقع توضیح بده. بله دیگه، تو بحث دوم و بحث سوم خصوصا راجع به این مسائل انشالله بعد صحبت بکنیم که خوبه همین نکاتی که موسوی گفتند آقایون هم اطلاعات رو تکمیل کنند که بتونیم توی بحث دوم و راجع به بحث سوم انشالله خیلی دقیق‌تر صحبت بکنیم. جناب آقای برهان بفرمایید. سلام علیکم، روز همگی بخیر. جواب سوال آقای سید سلیمان الموسوی. در اروپا خب انگلستان به رسمیت میشناسه 2 تا را، قانون مدنی انگلستان. در اروپا هم 2 تا 3 تا ازدواج میکنن دارن هم، اما به ثبت نمیرسه، ثبت رسمی صورت نمیگیره. طرف مثلا امکانات مالی داره، خانم رسمی داره، یکی دیگری هم داره و اگر خانوما اعتراضی نکنن و مشکلی نداشته باشن مشکلی نداره، اینا فقط نمیتونن ثبت رسمی یه دونه میشناسن. مثلا یک مثال، من رفتم در هلند، یک آقای از کردهای عراق بود، 4 تا خانم داشت، 33 تا هم بچه داشت و دولت به 4 تا خونه هم داده بود. گفتم چگونه اینا اعتراض نکردن؟ گفت تازه اول که اومدیم اعتراض کردن، گفتم بعدن که خب این خانم هم رسمی، هم دوست دخترای من هستن، خود میتونین از اونا بپرسین، هیچ فکر من با دور نگرفت. یعنی در اروپا اینه که کار نباشه، جبر و اکراه در کار نباشه، اگه با اختیار این کار صورت گرفته مشکلی نیست و اگر جبرم باشه خب نمیمونن، طرف نمیمونه. اما طرف مثلا اگه 2 تا خانم داره از لحاظ دینی، یکی رسمی ثبت کرده، یکی هیچ گونه اینجا
پیگرد قانونی صورت نمیگیره، یعنی عنوان جرم تلقی نمیکنه. دوست دختر منه، دوست خانم منه، یعنی ما با هم دوستیم. و خیلی از بچه‌هایی که مثلا از این ازدواج ها به دنیا میان به اسم مادر اینا به سخت میرسن. تشکر. خیلی متشکرم، ممنون. آیا اسد احمد جمال مبارز؟ سلام علیکم آقا. علیکم السلام. خدمت شما عرض بکنم اگر یک مقدار در سیر تاریخی تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مخصوصا در عربستان که مهد ظهور اسلام بوده صورت بگیره و یک علتیابی بشه، چون دوست دیگر ما مطرح کردن که حکمت و فلسفه تعدد زوجات را مطرح بکنید. در همون راستا اگر گزار تاریخیش هم مطرح شود خالی از ثواب نیست که قبل از ظهور اسلام با زنها چگونه معامله میشود و اسلام که آمده چه ارزشی رو برای زن داشته و بعدش روی چی مبانی و معاذیر بوده که اسلام تعدد زوجات را جایز دانسته. السلام. بحث تاریخی هم شما می‌فرمایید شبه جزیره مثلا بشد و اینها. بله بله. بسیار خوب. آقای دکتر حسینی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. بخشید من البته از طریق فرمودید در فصل دوم صحبت کنیم با توجه به اینکه آقای برهانی توضیح دادن. من در تکمیل فرمایش ایشان عرض کنم که در سوئیس ما چند تا کیس داشتیم که مهاجرینی که با هر دو زنشون اومدن اینجا و دولت سوئیس در نشستی گذاشته به اینها گفته که یک زن رو باید طبق قوانین طلاق بدید و یکیش رو به انتخاب خودتون میتونید رجیستر کنید چون باید همه ثبت بشه. و تو این کیسا افراد زن رو طلاق بدن، البته طبق قوانین سوئیس، ولی توی مجتمع یک آپارتمانی مثلا یک واحد بدن به خانم اول، یک واحد به خانم دوم. اولا سوئیس بگه که من نمیتونم هر دو زن رو به نام یک مرد ثبت کنم. این کیس در سوئیس مثلا آلمان رو وقت این طلاقی که اینا گفتن داده بشه یعنی چون ثبت ازدواج نکرده بودن، یعنی بعد عنوان بکنه که من طلاقش دادم یا به چه صورت؟ وقتی که مهاجر اینجا ورود میکنن ازشون سوال میکنن شما ثبت رسمی شده ازدواجتون؟ میگن بله، سند نکاحی که دارم. طبق همون در اداره احوال شخصیه اینجا هم ثبت میکنن. اون زمان مشکل برمیخورن بهشون میگن ما هر دو زن رو نمیتونیم ثبت کنیم، یکیشو ثبت کنیم. یکیشو ثبت کنیم، انتخاب کن کدومی. معمولا اون جوان‌تر دومی انتخاب. بخشید اینم نظام بود. بسیار خیلی خوب. اینا انشالله توی فصل دوم و سوم انشالله به این بحث فعلی، بحث سوم میشه دیگه، به این بحث فعلی انشالله خواهیم رسید. بریم سراغ فصل اول، بحث ادله جواز تعدد زوجات طبق مبانی دین. خب ما 4 تا در واقع دلیل که داریم، ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. از عقل ما هیچ دلیلی بر جواز یا عدم جواز تعدد زوجات ما نمیتونیم داشته باشیم. یعنی عقل اینجا نمیتونه بیاد نه بگه تعدد زوجات عقلاً بگه جایز هست، نمیتونه بگه جایز نیست. یعنی دلیل عقلی ما برای هیچ طرف نمیتونیم اینجا بیاریم، چون عقل هیچ محظور. چون دلیل عقلی یعنی چی؟ دلیل عقلی اونجاست که بگه اگر این مسئله مثلا حکمش این باشد محظور عقلی پیش میاد، محال عقلی پیش میاد. این چنینه دیگه دلیل عقلی. اینجا نه جواز تعدد زوجات، نه حرمت تعدد زوجات، عدم جواز، هیچ کدوم محظور عقلی پیش نمیاره. کما که در خارج ما میبینیم بعضی از جوامع مثل الان اروپا تعدد زوجات رو ممنوع کردن، بعضی از جوامع مثل کشور اسلامی تعدد زوجات رو مجاز دونستن و هیچ کدوم هم محظور عقلی پیش نیورده. بنابراین شاهد بر این هست که دلیل عقلی ما نه بر جواز نه بر عدم جواز نداریم. لذا این رو ما به این صورت گفتیم که
حالا توی فصل اول فلنتعرض للأدلة الاربعه حتی نرى دلالتها علی هذا الجواز و شروطها، ببینیم دلیل ادله اربعه دلالت بر جواز تعدد زوجات و شروطش به چه نحوی هست. اما العقل فلا علی الجواز ولا علی نفیه ظاهرا، عقل ظاهرا هیچ دلالتی نه بر جواز نه بر عدم جواز ندارد. چرا؟ لعدم ترتب محظور عقلی لا علی الجواز ولا علی نفیه، چون هیچ محظور عقلی پیش نمیاد، نه بر جواز تعدد زوجات نه بر عدم جواز، هیچ کدوم محظور عقلی پیش نمیاره. بل یکون الجواز و نفیه تابعا لما یراه المشرع للقوانین المجتمع مصلحتا، این که حالا جائز باشد یا جائز نباشد تابع این است که اون قانونگذار که در جامعه داره قانونگذاری میکند چه چیز را مصلحت جامعه میبیند. اگر مصلحت جامعه دید میگه جائز است، اگر مصلحت جامعه دید میگه جائز نیست. پس محظور عقلی پیش نیامده، الزام عقلی نبوده که بگه عقلاً باید بگیم یا عقلاً باید بگیم جائز نیست یا جائز هست، بلکه اون چه که مصلحت میبینه. الان در جامعه مثلا اگر حالا این مطلب درست باشه، تو جامعه آفریقا اگر قانونی میخواستن بکننش، تو جامعه آفریقا الان مردا بیشتر رفت بردنشون برای بردگی و زنا خیلی زیاد شدن. خب بگه هر مرد با 2 تا با 3 تا زن بتونه ازدواج بکنه که همه این زنام خلاصه زندگی داشته باشن، بتونن بچه دار بشن، بتونن سر و سامون پیدا بکنن. خب مصلحت میبینه که بگه اینجا تعدد، یا جایی میبینه که این تعدد زوجات باعث مثلا مشکلات اجتماعی میشه، لابد تو اروپا اینطوری بوده و گفتن تعدد جایز نیست. بنابراین هیچ کدومش عقل نیومده حکم بکنه بر تعدد یا بر عدم تعدد. فنشاهد فی بعض المجتمعات جوازها و فی بعضها عدم الجواز. لذا ما میبینیم که چون عقل اینجا هیچ حکمی نداره، در بعضی از مجتمعات میبینیم که جواز تعدد زوجات رو داریم و قانون بر جواز، مثل اکثر کشورها یا همه کشورهای اسلامی و همینطور سایر کشورها، خیلی کشورهای دیگه. و در بعضی از مجتمعات هم مثل کشورهای اروپایی میبینیم عدم جواز رو. خود همین وجود هر دو شاهد بر این هست که عقل اینجا الزام به هیچ طرف نداره. جناب آقای برهان شما بفرمایید. شما گفته که اینجا خب عقل دخالت نمیکنه و یا نه جواز نه عدم جواز. من سوالم اینه، یک جامعه‌ای که مثلا از لحاظ روابط جنسی جامعه سنتی است، حالا مسلمان و یا غیر مسلمان، و برای حفظ نسل و معیارهای اخلاقی ارزشی، خب از طرفی هم کثرت زنان، مثال الان میزنن، خب اینجا عقلای جمع نباید چاره اندیشی کنن و عقلا مثلا اگه یک جامعه خب درش خانم ها زیاد هستن و از طرف دیگری اگر راه حل چاره اندیشیده نشه و جامعه لیبرال هم نیست، خب اینجا اختلاط نسل و همچنین حفظ نسل، یکی از مقاصد شریعت هم حفظ نسل و حفظ روابط جنسی و ارتباطات در یک نظم و ضبط و ربط معینه. مثلا مدت پیش در قزاقستان هم پارلمان خانم درخواست داد ما، خب اگر جامعه دینی باشه میگیم که خب اینو از لحاظ شرع، اما یک چنین جامعه مثلا سکولاره و یا دینی نداره مثل کره شمالی، اما عقلا عقلاشون میاندیشن که برای حفظ نسل، برای حفظ اخلاق، برای حفظ کیان خانواده به هر حال این ارتباطات را باید ربط کرد. مگر نه در غیر این صورت باز همون زیادی که در جامعه هست از لحاظ تعداد زنان، اینا باز ما مردان زندار ارتباط پیدا خواهند کرد و در این صورت مشکل دو چندان می شود. خب این تشخیص است عقلی. خب عقل اینجا اقتضا میکنه که
دو تا مثلا بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان هم تظاهرات های راه انداخته شدن و شعار هم میزدن که خب halbes Mann besser als nie، یعنی نیمه مرد بهتر از هیچ. خب اینجا باز میبینیم خب عقل وارد مدار میشه، یعنی این خب حسن خوبه عقلی و یا چالشی عقلی و یا اصلاح عقلی، خب ما چگونه میگیم که یعنی عقل هیچ دخالتی نداره، نه بله میگه نه نخیر میگه. خب عقل باید چاره اندیشی بکنه در یک چنین بحران جنسی وقتی که صورت میگیره و یا آنارشی جنسی بگیم. تشکر. خب همین دیگه، در واقع خود همین که شما میگید دلیل بر این که عقل اینجا حکمی نه بر جواز نه عدم جواز نه، چون تو بعضی از ممالک تو بعضی شرایط میگه اینجا عقلاً میگیم که باید تعدد جایز باشه، تو بعضی از شرایط میگیم عقلاً باید جایز نباشه. خب این همون مصلحتیه که نوشتیم مشرع للقوانین تو مجتمعات مختلف مصلحت میبینه. یعنی خود عقل مثل ببینید دلیل عقلی میشه مثل اجتماع نقیضین محال است. اینکه اجتماع نقیضین محال است تو هیچ جامعه‌ای اجتماع نقیضین جایز نیست، اجتماع نقیضین محال است. اونجا عقل میگه تو هر جامعه، میخواد تو اروپا باشه، آمریکا باشه، آفریقا باشه، قرن اول باشه، قرن 20 باشه، اجتماع نقیضین محال است. این میشه حکم عقلی. ولی اونجا که مصلحت، این دیگه میشه مصلحت. الان مصلحت جامعه ایجاب میکنه، تو کشور آفریقاست اکثرشو بردن، یا به قول شما آلمان اکثر مردا کشته شدن و زنا، دو زن مثلا بگیره مرد بهتر از اینه که یه زن بگیره و یه سری نصف زنا بلا تکلیف باشن. اونا دیگه شرایط خاص اجتماعاته که مصلحت ایجاب میکنه که قانون بگذارن که جایزه یا جایز نیست. ولی خود عقل به ما هو عقل صرف نظر از شرایط اجتماعات جماعت مختلف بیاد یه حکمی بکند، مثل اجتماع نقیضین محال است، یه همچین حالتی بیاد یه حکم، نه همچین عقل راجع به این مسئله دلیل در واقع حکمی ندارد، دلالتی ندارد. طبیعتا اون مشرع قانون که میخواد قانون گذاری بکنه اونم عقل داره، اونم بر اساس عقل شرایط رو میسنجه و مصلحت سنجی میکنه و قانون جعل میکنه. جناب آقای سلیمان شما بفرمایید. عرضم به حضور شما که درسته حالا عقل چه از جهت حسن و قبح عقلی چه از جهت تضاد و تناقض و اینا شامل این مورد نمیشه، ولی باید واقعا بررسی کرد که چطور یه جامعه زیادی مثلا تو اروپای خیلی کشورها زن و مرد وقتی بحث تعدد و زوجات براشون مطرح میشه یه قبحی براشون ایجاد میشه، احساس قبح میکنن، کارو زشت میدونن. این زشتی و بد بودن و جایز نبودن منشأش چیه؟ یعنی هوای نفس عقل نمیشه که هوای نفس باشه، یعنی یه منشأی داره این که احساس بد بودن یک مسئله، مثلا بد بودن زدن یک بچه نوزاد، کتک زدنش، خب هر کی بشنوه شرع نیاز نداره، میگن چه کار بدی کرده. و ازدواج تعدد زوجات رو چی شد؟ این منشأش چیه واقعا؟ یعنی که عقل فطرت یا کجاست که یه دفعه این بد بودن رو احساس میکنن جوامع مختلف یا بعضی جوامع بد احساس نمیکنن؟ این یه سوالی داشتم. تو خیلی مسائل میبینیم هم توی همین قوانین حقوق بشری که توی سازمان ملل تصویب شده، خب خیلی از قوانینش تعارض داره با احکام اسلام. میبینیم این میگن این یک اجماع جهانی، یک اتفاق عقول بشره، همچین مستندش میگن به عقل، به فطرت. من واقعش این منشأش رو نمیدونم چجوری بیان بکنم. ببینید این بحث توی مباحث اخلاقی زیاد میاد، مثلا معیار و ملاک برای اخلاقی بودن یک عمل چیه، این تو فلسفه اخلاق بحث میکنن دیگه. خب مثلا ما میبینیم تو جوامع مختلف کسانی که طرفدار نسبیت اخلاق اصلا همینو میگن الان راجع به یه مرده، کسی که میمیره، کسی که پدرش از دنیا میره، بعضی از جوامع این رو احترام به پدر میدونن که پدر رو بخورن، میگن اصلا احترام به پدره، یا پدر رو بسوزونن، یا پدر رو توی دریا بریزن، بسوزونن، خاکستر تو دریا بریزن. بعضی اینو بی احترامی میدونن به پدر رو با احترام دفنش میکنن. یعنی اتفاقا همین مثال رو میزنن تو کتب فلسفه اخلاق که میگن تو جوامع مختلف هم نیتشون احترام گذاشتن به اون میته، ولی خب این رو بعضیا بی احترامی بهش میدونن که او رو دفن بکنن، میگن نه این دفتر رو زیر خاک ما اینو باید مثلا بسوزانیم یا حتی بخوریم تو بعضی از کشورها این رو،
که پدرمون همیشه زنده باشه، همیشه چیز باشه. یعنی این همون بحثای باز قبح و حسن و قبح و اینها اینجا پیش میاد دیگه. ولی عقل اینجا در واقع اگر حکمی داشت، ما در طول تاریخ هم این رو داشتیم. بالاخره عقل دیگه، عقل بشر. حتی بنای عقلا رو هم، حالا ما جدای از عقل بنای عقلا رو هم بخوایم در کار بیاریم، ما بنای عقلایی هم اینجا نداریم. یعنی اینکه عقلا در طول تاریخ یک بنایی رو داشته باشن که ما بگیم شارع به عنوان رئیس العقلا مثلا موافق با این بنای عقلا هست، این رو هم ما نداریم. دیدیم در تاریخ در جوامع مختلف، در قاره‌های مختلف همیشه تعدد زوجات وجود داشته و لذا اگر بخوایم این رو استفاده بکنیم بر بنای عقلا بخوایم، باید از اون طرفش بگیم بنای عقلا بر جواز تعدد زوجات. در طول تاریخ اینطور بوده و ولی خب الان مثلا ما یه گرایشاتی داریم به اینکه تعدد زوجات رو جایز نمیدونن. لذا از عقل یا یه قدم بخوایم بالاتر بیایم، بنای عقلا رو هم حتی بتونیم بگیم که دلالت نمی کند بر جواز، با اینکه بنای عقلا رو اگه بخوایم بگیم خیلی محکم تره، چون در طول تاریخ در همه جوامع این رو داشتیم دیگه، گزارش رو دیدیم. حتی اگه بریم ویلدورانت رو ببینیم، در تاریخ تمدن‌ها رو ببینیم، همه جا می‌بینیم که این تعدد زوجات وجود داشته. بنابراین حتی کسی ادعای بنای عقلا رو هم بر جواز تعدد ممکنه بیاد بکنه، ولی الزاماً یعنی انصافاً نمیشه اینجا ما نه دلیل عقلی نه دلیل بنای عقلا بر جواز تعدد رو مثلا اثبات بکنیم. عقل رو که مسلم نمیتونیم، چون هیچ محصول عقلی وجود نمیاد از هیچ طرف. بنای عقلا رو هم حالا یه قدری روش تأمل بکنیم، شاید بنای عقلا رو هم بتونیم بگیم در این زمینه نمیشه ادعا کرد. جناب آقای صباح الدین شما بفرمایید. بازم سلام علیکم. شما فرمودید جواز و نفی عقلی نمیشه استفاده کرد، چون عقل تابعا لما یراه المشرع لقوانین المجتمع. وقتی ما میبینیم عقل تابع شریعت است، مثلا اینجا یعنی قوانین همیشه مختلفه. مثلا در اروپا عدم جواز میگن، ولی در شریعت در دین جواز میگن. پس اینجا تناقض است بین جواز و عدم جواز، یعنی بین جامعه اسلام دینی و بین جامعه اروپایی الان تناقض است. وقتی تناقض شد عقل میکروفونتون بس صدای صدا تابع شریعت، یعنی قوانین دینی طبق هماهنگ با فطرت انسانه. وقتی شریعت تشریع کرد تعدد زوجات جایزه، پس عدم جواز عقلی نیست، جواز عقلیه. وقتی اینجا عقلم تابع با هماهنگ با فطرت و شریعت است، پس یک طرف از جوازش عقلیه. ما میتونیم از نظر عقلی هم میتونیم بگیم که تعدد زوجات عقلا هم میشه اثبات کرد. در طول تاریخ هم این میبینیم که همه جوامع انسانی، هر قوم ها، همه ملت ها این اصلا جایز بوده و این رایج بوده و این عملا انجام شده. پس در اون جامعه هم عقلا کسی مخالفت نکرده، پس عقلا هم این جایز بوده. یعنی اصلا عقل تقریبا کل ما حکم به شرع حکم به عقل. در این قانون چیز حکم عقلی ما چجوری میتونیم بگیم که نفیان و جوازن عقل؟ از این طرف درسته، یعنی آقای صباح الدین که از این طرف استفاده میکنن که اگر این اثبات شرعی شد حتما عقلی هم هست. درسته، کل ما حکم به شرع حکم به العقل. ولی آیا ما از عقل میتونیم دلیلی بر جواز بیاریم؟ صحبت ما اینه. بله ما میدونیم مثلا وجوب نماز، اینکه نماز واجب است فقط دلیل شرعی داره، اما مسلما این مطابق عقل هم هست، از باب کل ما حکم به شرع حکم به العقل، قطعا خلاف عقل نیست. عقل نمیاد بگه نماز واجب است، عقل نمیاد بگه روزه واجب است، عقل میاد بگه مثلا شکر منعم مثلا اون، ولی دیگه راجب نماز، راجب روزه، راجب سایر احکام، خیلی از احکام عقل دلالت نداره، دلیل عقلی ما بر وجوب اینها نداریم، ولو اینکه مخالف عقل هم نیست.
اینجا ما حرفمون اینه که عقل دلالت بر جواز تعدد یا عدم جواز تعدد ندارد، ولی مسلما اگر ثابت شد که تعدد جایز است قطعا مخالف عقلم نیست، بنابراین که کل ما حکم به شرع حکم به العقل. ولی عقل حالا چون به مثلا مبانی این حکم دسترسی نداره، چون به مناطات احکام به دسترسی، هر چی، بالاخره عقل اینجا نمیتونه بیاد استدلال عقلی بکنیم برای اینکه بگیم تعدد زوجات جایز است. استدلال عقلی ولی قطعا تعدد زوجات اگر با ادله شرعی دیگه ثابت بشود مخالف عقل نخواهد بود، این مسلمه. لذا اینجا ما گفتیم که در واقع محظور عقلی نه بر جواز نه بر عدم جواز لازم نمیاد. این که حالا جایز باشد یا نباشد هیچ کدوم محظور عقلی نداره، نه جوازش محظور عقلی داره تناقض و اینها لازم پیش میاره، نه نفیش محظور عقلی داره به تناقض و اینها منجر میشه. حالا تو جامعه مشرع قانونگذار مصلحت جامعه بینه که بگه اینجا تعدد زوجات جایز است به تعبیر آقای برهان، مثل بعد از جنگ های دوم تو خود همین آلمان. خب اینجا تناقضی هم پیش نیاورده، تضادی هم پیش نیاورده، الان محظور عقلی پیش نیاورده. الان قانونگذار میبینه مصلحت نیست، ممنوع میکنه، بازم تناقض و تضاد و محظور عقلی پیش نمیاد. بنابراین حرف ما اینه که عقل اثبات نمی کند، نه اینکه بخوام بگیم مطابق عقل نیست، نه قطعا مطابق عقله، چون کلا ما حکم به شرع حکم به العقل، قطعا خلاف عقل نیست، ولی عقل نمیتونه اثبات بکنه، نمیتونه دلالت بکنه بر جواز تعدد زوجات. جناب آقای هاشمی خدمت شما هستیم. سلام و درود بر شما. خوشحالیم که یک بحث گریبانگیر مبتلا به رو داریم بررسی میکنیم که امیدواریم که منشأ برکاتی باشه. من فکر میکنم این که ما با عقل بیایم معیار باشه برای که آیا این نظر عقلی امکان وجود داره یا ممتنع است یا ناممکن است، برگردیم به تعریف ازدواج. ما اگر تعریف ازدواج رو در بیاریم که چی هست در جوامع مختلف و الان تعریف ما از ازدواج چیه، ممکنه همونطوری که به اصطلاح برداشت علمای قدیم و دانشمندان اسلامی از خیلی جاهای دین به حسب زمان بوده یا مکانی که بوده محدود بوده، ازدواج را به نظر من اون چیزی که من فکر میکنم یه تعریف ناقصی ازش دارند و همین خاطر خیلی از احکامی که ما در اسلام داریم مثل تمکین، مثلا از تمکین ما چی میفهمیم؟ از تمکین اینو میفهمیم که اصلا ازدواج یک عشق یا یک نیاز یک طرف است، یعنی لااقل در امور جنسی، یعنی یک زن موظفه چه با رضایت چی بی رضایت تمکین کنه. این معلومه که در تعریفی که از ازدواج داریم ما هم باید یه خورده بریم اونجا رو هم کنکاش کنیم. تعریف ازدواج رو ما بیایم با وضعیت فعلی زمان و مکان. صدای آقای هاشمی قطع شد. زن کردش صدام قطع نشه. با تعریفی که ما از ازدواج الان داریم بله هیچ اشکالی نداره، ولی مشکل اینجاست که ما در همین تعریف هم باید بازنگری بکنیم. حالا من پیشنهادم اینه بیایم یه مقداری، حالا که این بحث واقعا میخواد یه باقیت و صلاحاتی باشه برای جمع، یک وظایفی رو حضرت عالی یا جناب آقای موسوی تقسیم کنه بین افراد، هر کدوممون رو دنبال یک کاری بفرستن. اینجور نشه. البته مثلا حتی جوانترها مثل عارف ما که الان پای درس هست، همیشه بوده، درس قبلی رو هم بوده و در اروپا خب دیگه در متن هست، در آلمان در واقع ما هم هستیم، با این تفاوت که ما زبانی که بلدیم در حد محاوره اولیه است، زبان اونها زبان فنی هست. دوستان برن یک تعاریف زبان فارسیشون هم خب و تحصیلات در ایران هم داشتن، اینا رو شما موظف بفرمایید یک ببین ملل مختلف، فرهنگ های مختلف تعریف ازدواج چی هست، اون چی که الان مصطلح در بینشون. حالا گذشتهش هم میشه آوردی کی بره تعریف های قدیمی ترش رو بیاره، ولی همین تعریف فعلی
در بین جوامع چی هست و ما باید ببینیم در تعریف ازدواج کجاش میشه دستکاری کنیم، دستکاری که نه، کجاش میتونیم آپدیت کنیم، به روز برسونیم. اینم مهمه. اگر این تعریف تغییر پیدا کنه که میکنه به نظر من، اونجا با عقل مشکل پیدا میکنه. خیلی پیشنهاد خوبی بود جناب آقا عارف، هم زحمت بکشن. ادله عدم جواز، حالا ما داریم ادله جواز رو مبنای شرعی خودمون، ادله اربعه خودمون میبینیم دیگه. بالاخره این کشور اروپایی که تعدد رو منع کردن، این رو اگر منابعی رو داشته باشن آقا عارف این رو برای ما بیارند که اونا به چه دلیل در واقع ما به عنوان ادله عدم جواز تعدد زوجات اینجا بررسی بکنیم که حالا اگر توی کشور اروپایی ممنوع کردن به چه دلیل بوده، استدلالاشون چی بوده و به عنوان ادله عدم جواز تعدد زوجات همینجا ما برای اینکه باز بحثمون کامل تر بشه این رو هم حالا آقا عارف اگر زحمتشو بکشن که بیارن باز به همینطور بقیه دوستانم تو زمینهای مختلف. حالا این پیشنهادی که هاشمی دادن پیشنهاد خوبی هم بود، بقیه دوستان هم اگر که در زمینهای مختلف تو هر بخشی کمک بکنن، چون این در واقع مشکل مهمی رو در این بررسی میکنیم دیگه، همونطور که فرمودید. و حالا اگر که به نتیجه هم برسیم اینم به مراجع بزرگوار هم منعکس بکنیم و اگر فتوای لازمی هم بود فتوا هم گرفته بشه، این رو کمک بکنن عزیزان که تکمیل بشه، خیلی مناسب هست. آقای دکتر بیداری، من یک نکته رو اینجا اگر صلاح اجازه بدید یک نکته رو عرض بکنم، هرچند که وقت سپری شده. من بعد از اینکه این پیشنهاد رو در جلسات قبلی درس دادم خدمت شما و دوستان، سفری داشتم به ایران در قم. اونجا یک محفل علمایی بود که من همین رو مطرح کردم. میخواستم ببینم چه کار میکنن، آیا منو تکفیر میکنن یا مثلا به قول معروف چی میکنن. مثلا آقای علی دوستی که خب محقق ایشون هم دیگه در اون جلسه بودن، ایشون اینو مطرح کردم، گفتم ما بنا داریم همچین کاری بکنیم. مثل که تو دل من بود این بحث بالاخره عملی میشه، یعنی مطرح میشه. جالب بود خیلی. من توقع داشتم که شروع کنن که به ادله زیادی بیارن که نه اصلا این بحث انحرافی است و دیگر ما دیدم نه، ایشون هم خیلی هم استقبال کرد هم یک چند تا مؤید آورد. خیلی جالب بود. بنابراین من فکر میکنم اگر ما بدون حب بغض و فقط بر اساس یه واقعیاتی و اگر هم این بحث به دست یک سری افرادی که دین رو همونطور یک طرفه میخوان بالاخره در همه جا بدون که حالا یک محسناتش رو در نظر بگیرن، فقط اون به اصطلاح به جای جذب حد اکثری دنبال دفع حد اکثری باشن، اینجوری نباشن، من فکر میکنم این جا میفته و ما در این قضیه موفق میشیم. آقای دکتر بفرمایید. آقای هاشمی عزیز ما اون چون وقت گذشته دیگه میخواد بحثای بین‌الاسلامی نه بحث نداریم، فقط یه مزاح میگم اگه آپ تو دیت بشیم تعریفی که از ازدواج شده دیگه به همجنسگرایی میکشه. فقط روابط دو جانبه میشه که بیشتر هم رو روابط جنسی متمرکز هستش. منم راجع به ازدواج در تاریخ، در اقوام گوناگون و در مذاهب ادیان گوناگون میتونم یک صحبت داشته باشم. خیلی خیلی عالی. فکر کنم آقا شما یه تقدیر ویژه‌ای از کسانی که تحقیق کردن انجام میدید فکر کنم. بله حتما ما این رو انشالله عزیزانی که کمک بکنن، مثلا دکتر بیدقی الان دیگه لابدن وقت گذشته انصراف دادن از صحبت. همین می‌خواستم از دکتر بیدقی هم بخوام این بحث در واقع یهود و نصاراش و کتاب مقدسیش رو یه قدری اگر چیز بشه پرپیمونتر بکنند که این انشالله جزوه از این حیث هم یه قدری تقویت بشه، خیلی مناسب هست. از همه عزیزان تشکر میکنم بابت حضور خوب و فعالی که در این جلسات دارید و امیدواریم انشالله خدا توفیق بده بتونیم این مسئله رو به عنوان یه چیزی که به زندگی همه مسلمانان در این منطقه مرتبط هست انشالله به نتیجه برسونیم و مبنایی بشه برای همونطوری گفتم برای کلیه مواردی که فتوا با قانون سازگار نیست و برای راه حلی رو انشالله بهش برسیم. امیدواریم همه عزیزان انشالله توفیقات الهی شامل حالشون باشد و ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.